ترکیه امید دارد که با واسطه صدور شهادتنامه بی‌خطری برای مهمانسراها و رستورانها از سرایت بیماری‌ها جلوگیری نموده سیاحان را به زیارت از این کشور تشویق نماید. توریسم یکی از ساحه‌های مهم اقتصاد ترکیه بوده از سبب سرایت سراسری کرونا ویروس در 6 ماه اول سال روان در مقایسه با 6 ماه اول سال گذشته 75% درآمدش را از دست داده است. شهادتنامه بی‌خطری زمان داده می شود که مؤسسه از روی تخمیناً 100 معیار سانیتری و اپیدمیولوژی جوابگویی طلبات باشد. پیش بینی می شود که در این گونه مهمانسرا و آشخانه ها سیاح خود را امن حس می کند. به قول پالاتای سودای ترکیه در منطقه دوست داشته سیاحان آنادولو و خود انتالیا علاقه به 600 مهمانسرا شهادتنامه بی‌خطری تقدیم شده است. اثنای ورود به این گونه مهمانسراها سیاح ابتدا باید به سوالنامه درباره کشورهایی در دوام 2 هفته اخیر زیارت نموده‌اش معلومات داده خبر دهد که آیا خودش گرفتار کرونا ویروس بوده است یا نه. در این بین خادمان مهمانسرا جامدان مهمان را با مواد بهداشتی بی‌ضرر می‌کنند. به حساب میانه در بین 50 حجره یکی باید برای انزوای سیاح گرفتار کرونا ویروس یا خود کووید 19 تخصیص داده شده با تمام مواد بهداشتی و طبی از جمله تجهیزات نظارت، نقاب و لباس مخصوص تامین باشد. اگر سیاح بیمار شد در این حجره طبابت خواهد گرفت. در آشخانه ها نیز اکنون مشتری نخواهد توانست که برای خودش غذا بگیرد. این کار را با فرمایش او پیشخدمت اجرا می کند. بر علاوه در بین مشتریان و غذا شیشه گذاشتند تا احتمال رسیدن ویروس به غذا ناممکن شود. مراد مأمور یکی از مهمانسراها میگوید ما تمام کارهای ضروری را انجام دادیم ولی بعضا مشکلی به نظر می رسد. برای مثال ما نمی توانیم از مهمان طلب کنیم که در حوض آببازی نقاب پوشد. این درخواست او را ناراحت می کند. ترکیه تصمیم دارد به تدریج رفت و آمد با کشورهای خارجی و از جمله تاجیکستان را برقرار کند.